درود به شما همداران ارجمند. آبادی وطن از آبادی دیار دهه آغاز می شود. من زاده دهه بهارستانم در ناحیه فرخار. جوانان دهه ما یک اقدام بی سابقه را سر گرفتن، پیش گرفتن و کلان سالان در پهلوشان به هم آمدن. این چی اقدام است؟ چی آبادکاری است؟ میشنویم از زبان استاد من، استاد عبدالله زاده، همزمان رئیس این محله. تشکر. تشبوسه که جوانان ما به تعبیر داملا عبدالقادر جوانان نسل استقلال آغاز کردند در سراسر کشور روز به روز اوج میگیرد. این جمله جوانان دهه ما تصمیم گرفتند که راه کوچه مرکزی دهه همون رو که خیلی دهه صاحب تاریخی کهن است آباد کنند، اسفالت پوش کنند. سهم بسیار خوب گذاشته ایستادند، همه فعالانه با یک روح بلندی خیلی بلندی که از دستور و سپارشات و سخنهای هدایت آمیز سرور معظم کشور منشأ میگیرند با آبادی باز هم زیبا گردانیدن وطن عزیزمون دهه عزیزمون شروع کرده ایم. این نکته داملا عبدالقادر درست است که وطن، آبادی، ملک از آبادی هر خاندان، هر کوچه این نزد دروازه، بعدتر کوچه ده، بعدتر ناحیه، بعدتر ولایت و در مجموع تاجیکستان و در نهایت کار با آبادی کل عالم میرسد. این نکته را جوانان ما بسیار خوب درک میکنند. افتخار میکنیم، بسیار افتخار میکنیم. تشبوس عالی جنابی هست که نه هر کدام یگید، نه هر کدام جوانمرد در این فکر و اندیشه ها بود. استاد چقدر مبلغ جمع شد تقریبا؟ از روی حساب‌های بچه‌ها حسابشون زیاده از 1.5 میلیون سامانی مبلغ جمع شده است و این جریان دوام دارد. گمان میکنم که این راه مرکزی کوچه مقصد نهایی جوانان دهه نیست. بعد از اجرای این عمل ما به آباد کردن و دگرگون کردن تمام کوچه های داخلی دهه مشغول میشویم و انشاءالله دهه ما یکی از زیباترین دهه های تاجیکستان عزیز میگردد. نفوذ اهالی دهه در دهه زیاده از 370 عائله نامنویس است رسما و جمع‌تر 3000 اهالی زندگی میکنند. تقریبا چقدر معلومات عالی؟ با حساب میونه به هر یک خانه می‌بینیم 3 معلومات عالی راست می‌آید. نام تاریخی دهه؟ نام تاریخی دهه ما هم معنای همان نام تاریخی دهه است که بر اثر تحقیقات ارکئولوژی جمهوری ترکمنستان امروزه هم نام است. نمازگاه شکل معرب عربیش نمازجا قدیمیت دهه خیلی قدیم است. اکنون از روی نتون روایت اینجا کاوش‌های ارکئولوژی نشدند، لیکن از روی تاریخی همین ظلم عریقی که امروز مردم عریق آسیا می‌بینند این حتی در عهد سامانی‌ها هم این دهه وجود داشته بوده است. خب یکی از منطقه‌های آبادترین فرخار زمین که مرکزش از روی تحقیقات‌های علمی و به قول اکثر کل عالمان ساحه تاریخ همین شهر تپه 1 کیلومتر پایان بوده است. خب اکنون 4200 سال تاریخ فرخار معین شده. ربط دهه ما دارد با همین؟ حتما اینجا گپ در سر این که یکی از سرچشمه‌های اساسیه که مردم فرخار زمین در زمانهای قدیم هم از آب به آب نمیشود که حیات استفاده می‌بردن. ما از همین عریق، همین کانال است که از بالای قشلاق ما می‌گذرد. همین ظلم عریق تاریخی، همین دهقان عریق امروزه. خب ما تا جایی که من میدانم فرخار ما جزئی از فرخار خراسان است. در اون طرف 100% زیاده از نیست که مثلا برادران خراسانی ما در افغانستان امروزه دوم منطقه فرخار یا انیخترش ما دوم منطقه فرخاره که جزء ترکیبی بلخ زمین است. منطقه بلخ هستیم. خب میانی فرخار و او فرخار تخار است. میگویند که زمان همش فرخار بودن. موافق معلومات ها و بعضی گمان های حتی علامه غفور فهمی نواد. سلامت باشن. تشکر.